سلام بینندگان عزیز، امروز چهارشنبه دهم مارت است و من عبدالله اشرف هستم در خدمت شما. ساعت به وقت شهر دوشنبه 2، به وقت مسکو 12 و در پراگ رساده است. حالا تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان را تقدیم شما میکنم. عبدالجبار رحمانزاده یاردمچی پرزیدنت تاجیکستان اوید به مسئله های رشد اجتماعی و رابطه با جامعه از زیاییان و خبرنگاران تاجیکستان دعوت کرده است در جنگی به گفته او اطلاعاتی ضد مخالفان حکومت فعالتر باشند و در صحیفه های اجتماعی با نام و نسب خود مطلب نشر کنند تا رقیبان آنها را فرمایی جواب نگویند. رحمانزاده روز دهم مارت در یک میز گرد در اداره نشریه دولتی جمهوریت در این رابطه ابراز نظر کرد. ضمناً این بار اول است که یک مقام رسمی وجود گروهی که مطبوعات از آن فابریکه و یا فرمای جواب نام میبرد تصدیق میکند. اعضای این گروه زیر امضاهای مستعار مطلب و مقاله های بدنام کننده مخالفان را با عکس و کاریکاتورها منتظم در شبکه‌های اجتماعی به نشر می‌رسانند. منتقدان دولت ادعا می‌کنند که این گروه سازمان یافته از سوی حکومت هدایت و سرمایه‌گذاری می‌شود. مقامات این ادعا را رد می‌کنند. هفته اخیر در تاجیکستان نرخ مواد سوخت که از خارج وارد می شود بالا رفته است. نشریه‌های قزاقی می نویسند که یکی از کارخانه‌های کلان تولید گاز مایع در این کشور از کار مانده است. خبرگزاری دولتی کازینفورم قزاقستان اطلاع داده است که کارخانه تولید گاز مایع در شهر اتیراوی قزاقستان به دلیل بازسازی تجهیزاتش فعالیت را قطع کرده است. تاجیکستان 90% گاز مایع را از قزاقستان وارد می کند. تاجیکستان در سال 2020 از خارج 420,000 تن گاز مایع وارد کرد که 90% آن از این کشور بوده است. نزدیک به 65% نقلیات در تاجیکستان با گاز مایع فعالیت می کند و خانواده ها نیز برای پختن غذا از آن استفاده می کند. فعلا ارزش گاز مایع در تاجیکستان 4.40 درم 4.50 درم برای 1 لیتر است. در همین حال 2 هفته اخیر دیگر مواد سوخت از جمله بنزین و سلیارکا بالا رفت. به گفته ساکنان نرخ این مواد سوخت همه روزه در کشور 10-20 درم گرانتر می شود. ولادیمیر ژیرینوفسکی رئیس حزب لیبرال دموکرات روسیه انتخاب ترانه روسکای ژنشینه منیژه سنگین آوازخوان تاجیک تبار را به آزمون یورویدیونه تنقید کرد. او در صحبت بر رسانه‌های روسیه روز 9 مارت گفته است چنین ترانه در کار نیست. اعتراض ژیرینوفسکی را یک مصرع از ترانه سرایده منیژه سنگین به بار آورد که میگوید پسر بی پدر دختر بی پدر. ظاهرا آوازخوان با این مصرع‌ها به مشکل پاشخوری عائله‌ها در روسیه اشاره می‌کند که اکثر فرزندان در تربیت مادر به وای می‌رسند و همه وزنینی روزگار به دوش مادران می‌افتد. ژیرینوفسکی گفته است ترانه باید شادی و نشاط بیارد، مردم را خرسند کند. کی این دخترک را انتخاب کرده است؟ این ترانه با کی در کار است؟ سوال گذاشته است او. به قول این سیاستمدار ضد و نقیض روس، این ترانه به آبروی زنان روس و عموما روسیه خوب نیست. منیژه سنگینی 29 ساله آوازخوان تاجیک تبار مقیم شهر مسکو روز 8 مارت در نتیجه آوازدهی تماشابینان شبکه تلویزیونی یک روسیه غالبی آزمون شناخته شد و همکنون روسیه را در سبقت ترانه‌ها در یورویدیونه نمایندگی خواهد کرد. آزمون یورویدیونه امسال در شهر روتردام هلند قرار است ماه می با رعایت قاعده‌های بهداشتی دایر شود. سال گذشته این آزمون بنابر پاندمی کرونا ویروس برگزار نشده بود. عبدالله انزاروف جوانی چچن تباری که در فرانسه معلم تاریخ را برای نمایش دادن کاریکاتورهای پیامبر اسلام به خوانندگان کشت، پس از این عملش با یک شهروند تاجیکستان تماس گرفته است که در صف گروه‌های دهشت افکن در سوریه می‌جنگیده است. در این باره نشریه پاریزین با تکیه به منابع در مقامات قدرتی فرانسه روز 9 مارت خبر داد. به نوشته این نشریه انزاروف پس از کشتن ساموئل پتی آموزگار تاریخ که به خوانندگان کاریکاتورهای پیامبر مسلمانان را نشان داد با فاروق شامی نام نفر توسط شبکه اجتماعی اینستاگرام پیام فرستاده است. آنها در این شبکه درباره مسائل دینی با هم مکاتبه داشتند. انزاروف در این مکاتبه ها گفته است می‌خواهد به سوریه رود و به حرکتی به نام جهادیان پیوندد. با اطلاع خدمات استخباراتی فرانسه، فاروق شامی شهروند تاجیکستان بوده از جنگنده های سازمان تروریستی حیات تحریر از شام می باشد. نام اصلی این شهروند تاجیکستان هنوز معلوم نیست و مقامات تاجیک هم
در این باره ابراز نظر نکردند. ساموئل پاتی، استاد 47 ساله فن تاریخ و جغرافیا در فرانسه، بعد از نمایش کاریکاتور یا تصویرهای طنزآمیز پیامبر محمد به شاگردانش در کنار شهر پاریژ کشته شده است. مقامات فرانسه روز 17 اکتبر سال 2020 گفتند که حمله‌ور جوانی 18 ساله چچن از شهر مسکو است و هنگام عملیات کشته شد. در حالی که مذاکرات صلحی حکومت افغانستان با طالبان با بنبست مواجه شده است، روسیه نقشه دارد که 18 مارس در مسکو کنفرانس بخشیده به افغانستان دایر نماید. حالا معلوم نیست در این نشست ایالات متحده آمریکا اشتراک خواهد کرد و یا نه. روز 9 مارس سخنگوی وزارت کارهای خارجه روسیه ماریا زخاروا گفت که ایالات متحده آمریکا، چین و پاکستان به مسکو به خاطر ارزیابی روند صلح افغانستان دعوت شدند. همچنین او گفت هیئت‌های حکومت افغانستان، طالبان افغان و قطر که میزبانی مذاکرات بین افغانی را بر دوش داشتند به کنفرانس دعوت شدند. به گفته دیپلمات‌های روس، هدف از این کنفرانس کاهش میزان خشونت، ختم نزاع و بنیاد یک دولت خودکفای آزاد از تروریسم و جنایت‌های مربوط به مواد مخدر است. دعوت به کنفرانس زمان ارائه شده است که مأموریت پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن بررسی تطبیق سازش میان ایالات متحده آمریکا و طالبان را دستور داده است. طبق این سند، نظامیان آمریکایی باید تا 1 می سال روان از افغانستان بیرون شوند. کمیته بین المللی المپی ویکتور لوکاشنکو پسر کلان پرزیدنت بلاروس الکساندر لوکاشنکو را در مقام رئیس نوی کمیته ملی المپی این کشور اعتراف نخواهد کرد. در اظهاراتی که 8 مارس نشر شد، کمیته بین المللی المپی همچنان تاکید کرده است که رئیس فدراسیون هاکی بلاروس دمیتری باسکوف را به عضویت در شورای اجرایی کمیته بین المللی المپی قبول نمی کند. کمیته ابراز داشته است که این دو نفر به شرکت در فعالیت‌های این سازمان و از جمله بازی‌های المپی راه داده نمی‌شوند. ویکتور لوکاشنکو و دمیتری باسکوف در رویخط منصبداران بلاروسی هستند که از طرف اتحاد اروپا برای داشتن نقش در پخش خشونتبار اعتراض‌های مردمی سال گذشته مورد تحریم قرار گرفتند. بعد انتخابات پرزیدنتی سال گذشته که در آن لوکاشنکو بار ششم پیروز اعلان شد، بلاروس را موج اعتراض‌های مردمی فرا گرفته است و تا حال مقامات با استفاده از زور گردی همایی‌ها را پراکنده می‌کنند. بانک ملی تاجیکستان به افتخار 30 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان و 20مین سالگرد تأسیس سازمان همکاری‌های شانگهای سکه‌های خاطره‌ای را به معاملات می‌برارد. بانک ملی تاجیکستان اطلاع داده است که سکه‌های جشنی از متال‌های گرانبها آماده می‌شود. حکومت تاجیکستان علیه رمزهای تجلیل 30 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان و 20مین سالگرد تأسیس سازمان همکاری‌های شانگهای را تصدیق کرده است. با اطلاع بانک ملی، به افتخار 10مین و 20مین سالگرد روز کنستیتوسیای تاجیکستان، به افتخار تمدن آریایی، به افتخار 2700 سالگی شهر کولاب و به افتخار 800 سالگی جلال‌الدین بلخی، 5500 سالگی سرزم، 3000 سالگی شهر حصار، بازی‌های المپی در سوچی 90 سالگی دوشنبه و به افتخار آغاز ساختمان نیروگاه راغون تنگه‌های جشنی را به معاملات برآورده است. و بیننده ارجمند، در پایان این نشر سرخطی خبرها همچنان نظر داشتیم به قرب ارز خارجی در تاجیکستان. بنابر قربی که بانک ملی تاجیکستان برای امروز نشر کرده است، $1 آمریکایی 11 سومانی و 30 درم، 1 یورو 13 سومانی و 43 درم و 1000 روبل روسی 151 سومانی معین شده است. قرب خرید و فروش اسعار خارجی در بانک‌های تجارتی نظر به قرب رسمی از 1 تا 3 سومانی میتواند فرق کند. بینندگان ارجمند، اینجا رسیدیم به پایان این نشر سرخطی خبرها. خبر و گزارش‌های دیگر را در برنامه اخبار آزادی تقدیم شما می‌کنیم که پس از 3 ساعت مستقیما در صحیفه آزادی ویدیو در یوتیوب و هم صحیفه‌های رادیو آزادی در فیسبوک ادنا کلاسیکی نشر می‌شود و ثبتش را هم می‌توانید آنجا ببینید.